حجاب برای زن هست، برای مردم هست. مراقبت از چشم برای زن هست، برای مردم هست. پرهیز از منحرف شدن و منحرف کردن برای مرد هست، برای زن هم هست. و الله سبحانه و تعالی این دستورات رو در تقارن با هم دیگر در قرآن فرموده. بلکه مسئولیت مردها سنگین‌تر هم هست، چرا که اونها در مقام رهبری در خانواده واقعاً. خودش چشم چران هست، خودش دنبال ناموس مردم هست، بعد انتظار داره که خانواده او در امان باشد از سوء استفادهگران. این امکان نداره. این انتظار نابجایی است. خودش انواع و اقسام انحرافات رو مرتکب میشه و تجربه میکنه، بعد به دخترش و زنش و خواهرش و مادرش گیر میده. اونها هم جرئت ندارن چیزی بهش بگن، چون آقا قلدره. خب مگه تو نباید پاسخ الله رو بدی؟ باید به خودمون برگردیم.